سلام علیکم عزیزان سلامت و خانواده سلام باشید. درباره کودک گفتید نشون که وقتی کودک خودتان به کودکستان میبرین تو با مربیش پیشکی آگاهی کنید که کودک شما را باید که نزنه با آن شرطی که شما کودکتان را در خانه نزدیک باشید. وقتی که من دخترچه‌م به کودکستان بردمشم کودکستان چون جو گفته بعد یک تا کودکستان رفتم در کودکستان شاگرد خودم کار میکرد مربی در گروه هم شاگرد خودم دخترچه‌م بردم نکردم داخل کردم با وجود این برای کردم نامه نوشتم علمی دیرکتر که ما بودم مثل معلمه یکون فرقت میبرد میرده که در یک گروه با دیگه درس میگذارن نامه نوشتم آگاهی دادم که فرزند من رو نزنه آواز بلند قدی گپ نزنه و دست نبردارد فقط به خوبی فهمونی دیرکتر میدونی چی گفتم مثلا اگه من زیاده از 20 سال شده در این کودکستان کار میکنم کار فعالیت دارم اولی مراتبه میبینم که مادر نامه مینویسد برای فرزندشون ما پدر مادر وقتی که از فرزند خودمون از کسی چیزی طلب میکنیم هیچ کس چیزی نمیکنه در حق فرزند ما است جگربند ما است و امانت الله تعالی برای ما است کودک که وقتی ما میزنیم کودک چی میشه بعد میبینه پدر مادر من در حیاتم بسیار دیدم کودکایی که زدن از خانه میدونیم برای مادر رفتگیان کلان شدگیان با میدان کلان شده و برای مادر رفتگیان و من در حیاتم حقانی دیدم که دخترم از خانه گرفته رفتگی پسرم از خانه گرفته رفتگی برای چی میزنن وقتی کودک که زدن گفت کودک چی میشه دلخنک میشه پدر مادر و کودک ها میگریزن خانه پدر مادر میرن اینجا میرن خانه بیگانه نمیرن خانه بابا بیبیش میرن که بابا جان مرا پدرم میزنه بیبی جان مرا مادرم میزنه شکایت کی میرن ببینید دیگه برگشته نمیخوان بیان خانه پدر مادر برای که اینجا چه است ناآرامی است برای این ما باید که آرامی باید برای فرزندان خانه جای آرامی است برای شوهر همسر فرزند بله بعد میگن که کودک علوی چش گیر علوی چش نداره کودک دو خونه زمین توبت کنندگان یاد قرآن رو قیخان میگن که اونا میگن که من در یک کتاب خوندگی بودم و در یک ویدیو تماشا کردم که وقتی که مادر چشمش بسته کودک علم میکنه که با واسطه چشم مادر و کودک جین میداره و کودک چی میشه جینوره من در ویدیو گفتگی هم بود چند ویدیو با فیلم کردگی پیش از این لیکن ما باید دویم گفته استیم برای مادر برای میدونی چی برای اینکه باز مادری اصل بیسته فقط تلفن قدیان اینستاگرام دا میشینن دا چی تلگرام دا میشینن دا چو میشینن من نمی تلفن دا من یک زنه که میفهمیدگی یک میسو هم زنه که میفهمیدگی هم دانشمند و سواد هستم لیکن من در تلفنم یگون بار ادنا کلاستیک نداشتم فیسبوک هم نداشتم اینستاگرام هم نداشتم و چی میگن وایبر نداشتم همین واتساپ هم نمی رسی اومدیم بعد برای گروه معلمون لایک کردم واتساپ پادکست کردم تلگرام بعد در کالج که داخل شدم سال 2021 برای گروهی همون چی میگن معلمو همکورسون کردیم تلگرام برقرار کردم دیدیم ما یک واتساپ و تلگرام داشتم اینم بعد پیدا شد سال 2018 من با واتساپ پیدا شد در من بعد سال 2021 تلگرام پیدا شد در من به سبب وقت سبب‌های در کاری یکی ایمو داشتم در تاجیکستان برای که خشت ورقتی با ایمو گپ می‌زدم لیکن غیر ایمو واتساپ تلگرام من دیگه یگان چیز استفاده بوده نیستم برای که من خودم باز می‌بینم چیزای زیادی گپ زیادی شناسام میگه که ادنا کلاس نیست درو معلمه قد گپ زدم گفتم ادنا کلاس ما در کار نیست معلمه در اینستاگرام درو ما اینستاگرام ما در کار نیست خب من مدرو یوز جوانه اصل 21 پدر و مادر همش در این تلفن میشن اینستاگرام و یوتیوب و کودک باید چیکار کرد کودک افتید سوخت شکست گیجش بعد میفهمن که کودک چی شد جیوقه پیش از وقوع برای فرزنداتون نترسونین چشم علال نکنین درباره تلفن هم گفتگی دارم در یک ویدیو کودکاتون تلفن تا 15 سالگیشون تلفن باید نداشته باشن کودکان این معنی سری کودک ویران میکنه چی میگن وایش بصیره بیناییش وی میکنه پس میکنه درس بعد مکتب بعد میدگی میشد کودک تلفن که برای خرید دادین سبب زیاد داره برای همین فرزنداتون احتیاط کنین فرزندایشون جگر بندهشون هستن من همچون آموزگار همچون مربی همچون چی میگم مادر به شما گفتم که فرزنداتون شما اگر احتیاط کنین فرزندای شما هستن ما این 6 فرزند در اویلو کلان شدیم
پدر مادری ما با ما نمیگفتن که ای تش به تکلی این خیلی باید کنی، فقط میگن این خیلی انسان کند این خیلی میشه، این خیلی انسان کند این خیلی میشه. همین انسان هم مادر میگه که با خوبی کودک دیگه نفهمد، با گندگی جو نمیگه. نفهمونه که میتونه نمیخواد کار کرد انسان نمیخواد میشه، کار انسان نمیخواد میشه. نکی بدیره نفهمونه کودک با خودش میفهمه. زدن در کار نیست، ترساندن در کار نیست. کودک ترسانچک میشه بعد وقتی کلان کشید به کشورهای خارجی که رفت او خودش را حمایت کرده نمیتواند، برای که ترس در وجود او از کودکیش مانده، از ریشه دوانده است. ریشه که دوانده کودک ترسانچک میشه، در هیچ کجا خودش را حمایت کرده نمیتونه. بعد از سرحد کشورهای خارجی که برآمدن بعد وقت خوبشون میکنن، پولهاشون میگیرن، بعد غیر قانونی میرن زندگی میکنن و فریب آدمو داده میشن. مثلا پس کار میارن پول کار میکنن، فالشی دکمنتو میکنن، چقدر آدم نمیرسه شناسو من کردن که فالشی کردن و در آخر جریمه شد، در آخر دیپورت شدن. وقتی که انسان که دونه خودش میره ما نمیرسه اومدگی مثلا 2000 میونرا وقتی کار کردگی نیستم خودم میرم اون فیمینیست اول اومدگی خودم هم کارم کردگی دکمنتو خودم میرم یورو سام کابینت نچولی میذارم اینو ورق چیکار کنم میخوام میگه دکمنتو جمع کنم میگه میگه میسه بذارین نمیخوام میرم دکمنت پیش میگم 2008 2026 من خودم میرم فیمینیست کارم میکنم یگان میونرا چیکار کردگی نیستم دکمنتی فروشیم کردگی نیستم برای اینکه ما رو با مهر محبت کلام کردگی در وجود من ترس نیست. من خودم میدونم که در کجا حمایت کنم و چگونه رفتار کنم و چگونه معاشرت کنم با کارگران فیمینیست و کارگران اینسا که جایی که با من در کار میشه. خاموشکو خودم است شب شو در بگانی اینجا خاموشکو میگردم. خب من نمیدونم حتی نزید فرزندتون دیگر بندکتون همچون به حوالک چشم نگاه دارین و در پیریتون به حوالک چشم برای شما نگاه میکنم. ما را پدر مادرم و 6 فرزند به حوالک چشم برای نگاه کردن. در پیریش ما پدر مادرم ما را هم به حوالک چشم طور دست گردونید برای فرزندتون در کتفتون بگیرین. پدر محترم است پدر من مورد کتفون کتفش مهربانی میکنه، مهربانی کنید و نتیجهش رو در پیریتون خواهید گرفت ان شاء الله. خب میادمش